بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و گل. خوش اومدید به یه ویدیو جدید. امروز میخوایم در رابطه با موضوعی هم که تو تایتل ویدیو خوندید میخوایم صحبت کنیم که اونم هست در رابطه با سپاسگزاری کن تا زندگیت بهتر بشه. حالا این به چه معنیه و اصلا قصد من چی بود که بیام راجع به این موضوع بخوام صحبت کنم؟ باید اینو بگم که دوستان، زندگی ما پر از نعمته. ما به خاطر ذهن منفی بافی که داریم، بیشتر تایم روزمون که داره میگذره افکار تکراری، اغلبا تکراری و منفی هن. و افکار بیخود، افکاری که به درد ما اصلا نمیخورن و جز ضرر، دردسر، باور این که من کمم، باور این که من هیچی ندارم، باور این که فلانی از من بیشتر داره و و و و که همه اینا رو ما تجربه کردیم و خودتون حتما میدونید اینو داریم. اینجا میخواستم بگم روزی بود که خود منم توی زمانی رو سپری میکردم. حالا حتما در یه زمان به خصوص ولی در زمان بهتر قشنگ یه لایو میذارم و تمام تجربیاتم رو در اختیارتون میذارم و میگم که خب من چه روزگاری رو گذروندم و از کجا به کجا رسیدم که الان خب دارم ویدیو رو ضبط میکنم و این دانش رو دوست دارم با تو دوست عزیزم به اشتراک بذارم. موضوع از این قراره که منم روزی بود که تو زندگی ناسپاسی زیاد میکردم و به مراتب وقتی ناسپاسی تو زندگیم به وجود اومد عواقبش هم دیدم. عواقبش خب بزرگترین چیزی که ناسپاسی کردن تو زندگیم داشت این بود که از دست دادم چیزایی که نمیدونستم نعمته. یعنی یه انگار یه فیلتر سیاهی بود، یه پرده سیاهی جلو چشام بود که نمیذاش بذاره من ببینم که واو، من یه نعمتی دارم، من یه چیزی دارم تو زندگیم که واقعا ارزشمنده ولی نمیبینمش. و خب این پرده برای مدت‌های طولانی انقدر جلو چشای من بود که بعد از وقتی که این پرده رفت کنار دیدم دیگه نیست. اون خوبی که من نمیدونستم خوبیه از دستش دادم. حالا چیزی که میخوام بگم اینه که تو اشتباه که من قبلا کردم و اشتباه هزاران هزار، میلیون ها میلیارد و حتی میلیارد ها آدمی که تو زندگی مرتکب میشن و ناسپاسی رو دارن تو نکن. چرا؟ دلایل زیادی داره. یک، ذهن ما بهت گفتم که اغلب ما ذهن منفیگرایی داریم. اغلب افکارهای ما تکراری و منفی هن. سپاسگزاری فایدهش چیه؟ یکی از راهی اینه که تو میای تو نورونای مغزت وقتی شروع میکنی به سپاسگزاری کردن، قدردان نعمات زندگیت بودن، مسیر عصبی اطلاعات مثبت ساخته میشه. دیگه اون فکری که من ندارم این من ندارم و افکار منفی، من خوب نیستم، اون بهتره، این بهتره، چرا فلانی اونو داره، چرا من اینو ندارم، کم کم پاک میشه و مسیر عصبی فکرهای مثبت تو ذهنت ساخته میشه. دیگه ذهنت به جای اینکه ذهن منفیگرا داشتی یه ذهن مثبتگرا داری. ولی خب این با تمرین، آگاهی و دانش به دست میاد. یکی از علتهای عمدهش این بود که من بهتون گفتم. دو، اینی که این باعث میشه که تو وقتی قدردان باشی قدر داشتهاتو میدونی. وقتی که سپاسگزاری میکنی اون وقت میتونی قدر اون چیزی که داری رو بدونی. خیلی از وقتا متاسفانه ما باید یه چیزی از دست بدیم تا قدرشو بفهمیم. و تو دوست عزیزی که داری این صحبتهای منو گوش میدی، حتما و شاید تو زندگی چیزای خیلی خوبی رو داشتی و از دستشون دادی و
بعد از اینکه از دستش دادی فهمیدی که من چه نعمت خوبی داشتم و قدرشو ندونستم. قدر ندونستنش دلیل سپاسگزاری نکردنه. و خب و تو دوست عزیزی، خب الان شاید خیلی نعمت هم تو زندگیت داری، مطمئن باش با قدردانی نکردن دیر یا زود اون از دستت میره. ببخشید من دارم روک و واضح حرف بزنم، اما چیزی که من تو زندگیم تجربهش کردم. چرا این اتفاق میفته؟ چرا تو از دست میدی؟ چرا عدم سپاسگزاری باعث میشه که نعمتایی هم که داری ازت گرفته بشه؟ خب یکیشو من گفتیم خب علت ذهنی شما گفتیم چه تاثیراتی داره. یکی دیگه شو خب اومدیم گفتیم که اگر نکنی چه عواقبی داره. حالا اینو میخوام بیام بگم که چرا سپاسگزاری نکنیم چیزای خوبی که داریم از دست میره. خب دوستان ببینید، کلمات ما، احساسات ما انرژی دارن و هم از جنبه معنوی هم از جنبه مادی حس ما، درون ما روی دنیای بیرونمون هم اثر میذاره. و اصلا تو قانون جذب وقتی که ما با ذهنمون، حالا با فرکانسی، با هر فکری که داریم ارتعاش ایجاد میکنیم، اون چیز به ما جذب میشه و یا از دست میره. من فرضاً یه ماشین خوبی دارم یا یه موتور خوبی دارم یا خانواده خوبی دارم یا دوستان خوبی دارم یا غذای خوبی همیشه برام جلوم بوده که میام میخورم و یا لباس خوبی دارم و یا استاد خوبی دارم. هر چیز خوبی که میتونیم اسمشو یه اسمی بزنیم که این چیز برای من مفیده داری. وقتی که تو میای شروع میکنی به شکایت کردن در رابطه با اون، تو داری چه پیامی رو به جهان هستی و به خداوند ارسال میکنی؟ یعنی داری میگی که من این چیز خوبی که من دارم تو موقع نمیدونی خوبه، ولی میگم تو وقتی از دستش بدی میفهمی که کاش قدرشو میدونستم. تو داری به اون ناسپاسید این پیامو به خداوند و جهان هستی میفرستی که خدایا من این چیزی رو که دارم خب اصلا دوستش ندارم، بدم میاد ازش. یه چیز خوبیه ولی من دوستش ندارم، بدم میاد. چرا من اینو تو زندگیم دارم؟ خب یا به شیوه مقایسه کردن، چرا فلانی اونو داره، من پراید دارم، اون بنز داره. وقتی که تو داری این پیامو میفرستی، خدا میگه که خب اوکی، تو اون پرایدو داری، تو اون دوچرخه رو داری، همینم که نعمت، همینم که من بهت دادم و برای تو کلی فایده داشته که ندیدیش، ازت میگیرم. خب آره بده، اخه بده، توفه، ازت میگیرمش. دوست خوب داری قدرشو نمیدونی، ازت میگیره. خانواده خوب داری قدر نمیدونی، ازت گرفته میشه، ازت دور میشه. خودت داری پیام و ارتعاششو ارسال میکنی دوست عزیزم، خودت داری ارسالش میکنی، خودت داری اون ارتعاشو ارسال میکنی. این از جنبه معنویش بود و خیلی تو ادیان مختلف خیلی راجع به این موضوع صحبت شده، نه فقط ادیان و بعضا فلاسفه و کتب بسیاری هستش که راجع به سپاسگزاری خیلی تاکید شده که چقدر فواید بسیاری داره. این هم موضوعی که بود و ما راجع به صحبت کردیم. حالا موضوع چهارم، بحث چهارم، شروع کن به قدردانی کردن. قدردانی کن، زندگیت بهتر میشه. چرا؟ یک، گفتیم مسیر عصبی افکار مثبت رو میسازی، خیلی فایده داره. دو، ارتعاش مثبت ارسال میکنی. وقتی که تو قدردان هستی بابت هر چیزی که داری، هر چیزی، حتی یه خودکار، حتی یه چی بگم، حتی یه دستمال، حتی
لباسی که تنته، حتی ساعتی که دستته، آبی که داری میخوری، غذایی که میخوری، هوایی که داری تنفس میکنی، خانواده‌ای که داری، دوستای خوبی که داری. وقتی قدردانی میکنی یعنی داری پیام چی میفرستی؟ داری میفرستی خدایا من ممنون و سپاسگزارم، این چیزی که خدایا هدیه‌ای که به من دادی رو من قدرشو میدونم. خب خدا میگه اوکی تو قدر اینو میدونی، داری چیزی که مثبتی که در اختیارته رو داری قدردانشی، شکرگزاری، حال خوبی باش داری. خب تو که قدرشناسی پس لیاقتت بیشتره. یه چیز دیگه هم بهت میدم دوستان، این چیزی که میگم واقعا حقیقت داره. شما وقتی که سپاسگزاری میکنیم به خداوند داری این پیامو ارسال میکنی، به خداوند، کائنات، هر چیزی اسمشو میذاری، این پیامو داری ارسال میکنی که من این چیزیو که دارم قدرشو میدونم، خیلی برام خوبه، متشکرم بابتش. دنیا میگه که او تو میدونی ظرفیت وجودیت پس یعنی بزرگه، ظرفیت وجودیت بزرگه، بیا یه چیز دیگه هم بهت بدم. و وقتی که یه چیز دیگه هم وارد زندگی میشه برای اونم قدردانی کن، یه چیز دیگه اضافه میشه. ما خیلی چیزا داریم دوستان قدرشو نمیدونیم، سلامتی داریم قدرشو نمیدونیم و این خوب نیست. وقتشه که دیگه از اون چرخه قدیمی بیایم بیرون. سلامتی داریم قدردانش باشیم، قدردان سلامتی. امیدوارم تونسته باشم قانع کنم تو دوست عزیز رو. من به مرور دارم سعی میکنم، تلاشمو بیشتر میکنم که بتونم اطلاعات و تجربه‌ای که تو زندگی داشتم رو به بهترین نحوی که میتونم به تو دوست عزیزم منتقل کنم که تو اشتباهات دیگران و هر کسی که درسی برای تو داره رو تکرار نکنی. یه فرد عاقلی در زندگی به من گفتش که آدم عاقل اونیه که اشتباه بد رو تجربه نکنه، اشتباه رو تجربه نکنه، تجربه بد رو تجربه نکنه. به طور مثال اعتیاد چیز بدیه، اعتیاد به مواد مخدر میگیم یه چیز بدیه و خیلی هم شنیدیم یه چیز بدیه، میگی نه بذار برم تجربهش کنم تا بفهمم که بده. چرا این کارو بکنی؟ اگه عاقل باشی سمت اون کار نمیری. اینم یکی دیگه از اون کاراست. مطمئن باش این ویدیو که داری میبینی الان اتفاقی نیست و منم به عنوان یه دوست، به عنوان یه انسان، به عنوان هم نوع تو مسیر کفر آمیز و پیش رفتم و از اون برگشتم، دارم الان به تو میگم که کفر گفتن، ناسپاسی کردن نتیجه جز از دست دادن خوبیای زندگیت و حال خرابی بیشتر نخواهد داشت. برعکس سپاسگزاری کردن، قدردان بودن نعمات زندگیت بابت هر چیزی که داری نعمتاتو بیشتر میکنه و حالتو بهتر میکنه و همچنین باعث حفظ اون چیزی که داری میشه. به خدا اعتماد کن، به خداوند اعتماد کن، چرا که خودش تو جای مختلفی تو کتابای دینی مختلفی اینو بیان کرده. قدردان باش، سپاسگزار باش، از کوچکترین چیزات شروع کن. خدایا بابت لباسم سپاسگزارم، خدایا بابت کتابایی که دارم سپاسگزارم، بابت خودکارم سپاسگزارم، بابت عینکی که دارم سپاسگزارم، بابت عینکم سپاسگزارم، بابت فضا اتاقی که توش هستم سپاسگزارم، بابت صندلی که هست و من ازش استفاده میکنم سپاسگزارم، بابت پدرم، مادرم، برادرم، خواهرم سپاسگزارم، بابت دوستان خوبم سپاسگزارم، بابت غذایی که برام میاد سپاسگزارم، بابت هوایی که هست تنفس میکنم سپاسگزارم، بابت سوپرمارکتی که سر کوچه‌مون هست و من میتونم به راحتی برم ازشون چیزایی که میخوام و بخرم و استفاده کنم سپاسگزارم، بابت
تمام پولایی که در طول زندگی به من داده شده سپاسگزارم. بابت زندگیم سپاسگزارم. بابت فرصت داشتن زندگی رو این کره زمین سپاسگزارم. یه لحظه مکس کن. ازت میخوام چشتو ببندی. و به این فکر کن، چشتو بسته نگهدار و به این فکر کن وجود خودت ارزشمنده، وجود خودت پر از نعمته. سپاس بابت وجودت. وجود تو ارزشمنده. تک تک سلولای بدنت دارن برات کار میکنن، تلاش میکنن، زحمت میکشن که تو سالم باشی. یه ویروس یا یه باکتری یا هر چیز اشتباهی، هر چیزی که میخواد بدنتو به خطر بندازه، سلولات با تمام وجود تلاش دارن میکنن که تو رو حفظت کنن. سپاسگزار، قدردانم بابت این سلولایی که دارن برای من زحمت میکشن. به یه چیز دیگه فکر کن. تو فقط یه بار به این کره زمین میای. یه بار فقط به این کره زمین میای. حیفه واقعا با قدردانی نکردن بابت این فرصت زندگی، بابت این فرصت رشدی که در اختیارت قرار داده شده سپاسگزاری نکنی. یه نفس عمیق بکش. دم و با بازدم چشتو باز کن. و حتی با قدردانی کردن چیزایی هم که تو زندگیت نداری و میخوای به دست میاری. من یه روش امتحان کردم و جواب داده. برای این کار من یه کتابی به تو معرفی میکنم دوست عزیزم، به نام کتاب معجزه سپاسگزاری و یه سری بخشش هم برات میخونم. یه چیزی هم بگم، نویسنده این کتاب خانم راندا برن هست و نویسندهش حتی فرد مسیحیه، ولی کتابی که چاپ شده، گفتم سپاسگزاری کردن مربوط فقط به دین نیست، تو همه ادیان هست، تو فلاسفه مختلف هست. افراد بزرگ راجع به این موضوع صحبت کردن و نتیجه های بسیار بسیار بزرگی تو زندگیشون به دست آوردن. حضرت علی یه چیزی میگه که تو همین خود کتاب اومده. میگه، خب البته این مترجمی هستش که این بخش از حالا حدیث از حضرت علی رو برده. میگه که چنین نیست که خداوند در شکر را برای بنده‌ای باز کند اما در نعمت را ببندد. بهش فکر کن. و یه آیه دیگه هم هست از قرآن کریم در سوره ابراهیم آیه 7. میگه که و به یاد داشته باشید هنگامی را که پروردگار شما اعلام کرد اگر شکرگزاری کنید بر شما خواهم افزود و اگر ناسپاسی کنید قطعا عذاب من سخت است. تو این کتاب حتی یه بخشش هم هست خود نویسنده میگه که شکرگزاری ثروت است، ناسپاسی و کفر گفتن فقر، شکایت کردن فقر است. این به گفته خود خانم راندا برنه و واقعا هم همینه. دوستان من اینو به صورت تجربی و عمیق دیدم تو زندگیم و تمام دوستان و افرادی که من باشون در ارتباطم که این کتاب خوندن و تمارینش رو انجام دادن نتیجهش رو گرفتن و اونا هم به این نتیجه رسیدن که دیدن ناسپاسی کردن خب
خیلی تاثیرات عجیبی میذاره روی زندگی. قدردان زندگیت باش. قدردان زندگیت باش قبل از اینکه دیر بشه. قبل از اینکه انشالله بعد از 120 سال عمر با عزت قدردان باش. قبل از اینکه واقعا از این دنیا بریم و دیگه فرصتی به ما داده نمیشه که برگردیم به این دنیا و اونجا بفهمیم که باید اینجا قدردان میبودیم، همین الان متوجه شو. همین الان به این باور و ناسپاسی کردنت بمیر. مولانا شعری داره که میگه بمیرید و از این نفس ببرید که این نفس چو بنده است و شما همچو اسیرید. یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، چو زندان بشه کسی همه شاه و امیرید. بمیرید قبل از اینکه بمیرید. به این مردن به این معنی نیست که برو خودکشی کن، نه، به این معنی که به باورهای غلطت بمیر. یعنی چی؟ یعنی باورهای غلط تو از بین ببر، دیگه قبولشون نداشته باش، شروع کن به تغییر و خودسازی. این کتابو بخون، معجزه سپاسگزاری. کتابو تهیه کن، حالا به هر نحوی که میتونی، یا نسخه فیزیکیش یا نسخه الکترونیکیشو تهیه کن و شروع کن به خوندن و نتایجشو میبینی. من بهت قول میدم و تضمین میکنم که خوندن کتاب و انجام تمارینی که داره و در کل بخوام بگم سپاسگزاری کردن برای زندگیت، برای اینکه حتی همین الان زنده هستی و داری صحبتهای منو میشنوی، با دوستت در ارتباط هستی، سپاسگزاری کردن بابت هر چیزی که در اختیارت هست، بابت وجودت، بابت زنده بودنت، زندگیتو تغییر میده. من اینو بهت قول میدم. و یه نکته من بهت بگم، اگه تا الان ناسپاسی کردی و بابتش پشیمونی، خودتو ببخش، عذرخواهی کن و خودتو ببخش مهربانانه، از صمیم قلب خودتو ببخش و بدون که خدام تو رو دوست داره و خدام میبخشه. خودتو ببخش و شروع کن برای سپاسگزاری کردن بابت هر چیزی که داری. چشاتو ببند و همراه من یه نفس عمیق بکش. دم و بازدم. دم و بازدم. رها کن فکر و خیالو و بیا تو این لحظه. ازت میخوام پنج تا از نعمتایی که
بابتش میتونی سپاسگزار باشی رو به ذهنت بیار. هرچند کوچیک. پنج تا نعمتی که تو زندگی داری و ازشون استفاده میکنی به ذهنت بیار، هرچند کوچیک. نعمت شماره 1 با من. دستتو بذار رو قلبت. و با من تکرار کن. سپاسگزارم بابت این نعمتی که تو زندگیم هست. قدردانشم و قدرشو میدونم. نعمت بعدی. سپاسگزارم بابت این نعمتی که دارم. ممنونم و قدرشو میدونم. نعمت بعدی. بیار به ذهنت و فقط تو این لحظه باش. اگه درگیر فکر و خیال شدی هیچ اشکالی نداره. برگرد به این لحظه و با من. سپاسگزارم بابت این نعمتی که دارم. ممنونم و قدرشو میدونم. نعمت بعدی. سپاسگزارم بابت این نعمتی که دارم. قدرشو میدونم. ممنونم. و نعمت آخر، پنجمی. سپاسگزارم بابت این نعمتی که دارم. قدرشو میدونم و قدردانم. دستتو روی قلبت بردار و همراه من دم و بازدم. آروم چشتو باز کن. خیلی ممنونم که با من تو این ویدیو حضور داشتی و این ویدیو رو تماشا کردی. امیدوارم برات مفید بوده باشه. تا ویدیو جلسه بعدی. نماسته.